پناهندگان سازمان ملل متحد در یک بیانیه ویژه از اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان و قطع بررسی درخواست پناهندگی پناهجویان افغان از جانب مقامات دوشنبه اظهار نگرانی کرده است. بنا به اطلاع این اداره سازمان ملل، مقامات تاجیکستان روز 11 نوامبر 11 پناهجو با شمول مردان و زنان و کودکان را هنوز تا بررسی درخواست پناهندگیشان مجبوراً به افغانستان پس فرستادند. اداره پناهندگان سازمان ملل از تاجیکستان خواست که از این تجربه به افغانستان برگردانیدن پناهجویان خودداری کرده روند بررسی درخواست پناهجویان از آن کشور جنگ زده را از نو برقرار کند. در اظهاراتی که روز 19 نوامبر در سامانه رسمی اداره پناهندگان سازمان ملل نشر شد، این نهاد در عموم از مانع‌گذاری‌های افزاینده در راه افغان‌هایی که به خاطر امنیت خود از تاجیکستان پناهگاه می‌طلبند اظهار نگرانی کرده است. در پایان ماه ایول مقامات محلی ارائه حق اقامت به همه افغان‌های تازه وارد شده را متوقف کردند. این در حالی است که چنین سند شرط مقدم دادن درخواست پناهندگی است. بغیر از این، کمیسیون دولتی عاید به پناهندگان بررسی درخواست‌های برای دادن مقام پناهنده را قطع کرده است. به سبب این مانع‌ها افغان‌هایی که تازه وارد می‌شوند یگانه سند و بود و باش در تاجیکستان را ندارند و به این دلیل به خطر جریمه، بازداشت و اخراج روبرو می‌شوند. گفته می‌شود در اظهارات مقامات تاجیکستان تا حال این بیانیه اداره پناهندگان سازمان ملل را شرح ندادند، ولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده هنوز ماه سپتامبر در ملاقات با نمایندگان این نهاد گفته بود که تاجیکستان الکی 15,000 گریزه از افغانستان را قبول کرده است، ولی برای تهیه شرایط بود و باش آنها تا کنون از سازمان بین المللی کمک‌های وعده داده اشان را به دست نیاورده است. مقامات تاجیکستان قبلا همچنین از آن اظهار نگرانی کرده بودند که اعضای گروه‌های تروریستی و افراطی نیز می‌توانند خود را پناهجو وانمود کرده از افغانستان وارد تاجیکستان شوند. ولی اداره پناهندگان سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواسته است که از اخراج پناهجویان افغان خودداری و روند قطع شده بررسی اسناد آنها را احیا کند. طبق قانون‌های بین المللی و خود تاجیکستان درباره گریزه‌ها و حقوق انسان، تاجیکستان همچنان عهده‌دار است که آنهایی که حمایت بین المللی می‌جویند به قلمروش راه بدهند. تاکید شده است در اظهارات. اداره پناهندگان سازمان ملل گفت قبلا یک توصیه‌نامه جهانی را نشر کرده بود که در آن از همه دولت‌ها دعوت می‌شود که از ماه آگوست مجبوراً برگردانیدن شهروندان افغانستان را منع کنند. مجبوراً برگردانیدن پناهجویان می‌تواند آنها را بعد برگشت به خطر تعقیب دچار کند که این به نوبت خود جداً پایمال کردن حقوق بین المللی است. گفته می‌شود در اظهارات. یادآور می‌شویم ماه آگوست افغانستان را جنگجویان حرکت تندرو طالبان غصب کردند. بعد این هزاران افغان با طلب پناهگاه به کشورهای دیگر از جمله به تاجیکستان که با افغانستان 1425 کیلومتر مرز مستقیم دارد رو آوردند.